دوستان من امروز کباب سینی مرغ پخته میکنم. چند بار پخته کردیم، بسیار مزه‌دار و بسیار دیگه هم تو حتما خوشتون میاد. امروز آماده میکردم بر شما، گفتم باش ویدیو بگیرم. شما سینی مرغ توتا که کردین یه ماشین میکنین، من در مکسر میندازم. باز شما هر قسم که خواستین میتونین که در ماشین گوشتم ایره توتا کنین. زینب ببینین سینی مرغ، گشنیز، نوش پیاز، مرچ، هر چی که شما دوست داشتین از ترکاری‌ها میتونین. بسیار مزه‌دار خوبش میاد. گشنیز هم اضافه میکنیم. حال مرچ خود توتا میکنیم. مرچ ها شیرین است دوستا، باز میتونه کسی که خوش داره تند میتونه تند هم پرته. ما باز زیر مرچ خشک تند میندازم. خوش دارم. حال دوستا مرچ و گشنیز و پیازچه را انداختیم. حالا چی میکنیم؟ مساله جات هرچی که شما به دلخواهتان حتما هرچی که ما شما پخته میکنیم زیادتر شینمی زیره است، مرچ سیاه، گشنیز خشک و نمک خواهد میز دیگه، مرچ سفید ببخشید مرچ سرخ تند کم ما اضافه میکنم، به خاطر که مرچ تازه رو تند ننداختم، چرا کم مندازم که با زیاد تند نشه. مسالهش علاوه میکنیم. بعد از اون رو هم مخلوط میکنیم. بسیاری را دوستا پخته کنیم که بی حد مزه‌دار است. باز که پخته کردیم باز میگین راستی حکمت میکنیم. اگر از پیاز نوش پیاز استفاده نکردین میتونین از پیازای کلان هم استفاده کنین، مگم آبش بگیرین که باز کوفتیتان شلتو چیم نبیه. بسیار نرم که باز در روغن باز نشه. من تخم نمیندازم، فقط یک قاشق آرد سخاری مندازم، یک قاشق، یک کمک دوم. نظر به موادتان است، مواد زیاد باشه 2 قاشق بردین. دوستان میال بویش دیگه بسیاری بوی پیچیده، بسیار بویش خوبش. آماده شد. حالا بر یک 20 دقیقه میمانیمش خوب هم تخته بانه تا که مواد خدا تیار کنیم. 2 ساکه چلو رو بر چپس آماده کردیم. برای ماندیم که آبش گرفته شده. باز من نشان میدم که چطور چپس قاق خوبش میاد. 2 ساکه چلو که آبش گرفته شد، 1 قاشق نشایسته مندازیم، مخلوط میکنیم که کچولو دیگه حاجت دیگه چیز نیست. یخ فقط 1 قاشق نشایسته آبش که بگیرین. این حال ما یک دونه کچولو رو انداختم که روغن چه کنم. این حال چپستان پرتید. چپس ها این سرخ کردیم. ببینین دوستا همه تو این صدایش رو میشنوین تو چپس های خوبش. دارم آماده کردیم دوستا. یک مقدار میگیریم به این شکل. صفا حالا میبریم. حرارت دیگ روغن متوسط باشه. همه
بدون تخم اما تکه که کباب سینه مرغ متعیار شد. اینو ببینین چقدر خوبش آمده، بسیار بویش مزهش. دیگه حتما آماده کنین دوستای عزیز و ببینین که خوشتان میاد. حتما کانال جدید است، سابسکرایب فراموشتان نشه.